سلام به کلی نفرانی که عین حال ما را تماشا دارند. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و چطوری در مردم میگویند گپ و کار در برنامه ما امروز تماما دیگر است. انیخترش مطلب های بازاری فوتبالی بزرگ به درجه زیادند که نمیدونیم از کدامش شروع کنیم. وینیسیوس برزیلی باشد دیگر باره پیشنهادی رفتن به تیم‌های عربستان سعودی را دسترس کرد. این نوبت به بازیگر برزیلی 1 میلیارد یورو در 5 سال وعده کردند، ولی میگویند که او با امید معروفیت در فوتبال اروپایی باز هم از این پیشنهاد دست کشیده است. اگر چنین پیشنهادی سعودیان را قبول کند، او نیز میتواند مثل نیمار کم در کم از برای یک گل 250 میلیون یورو به دست دارد. ممکن در صورت ناکامی‌های پورا این موسم در ریال اندیشه تیز پولدار شوی سرش را ویران کند و وینی هم به سمت چمپیونات رونالدو دوان شود. در حالی که گپ و چپ اوید آمد هموطنی نیمار به ملک سعودی زیادند، همزمان گفته می شود که خود رونالدو نه به اینتر میلان و نه به اینتر میامی و نه به ریال مادرید می رود. این مردک مهنتی پرتغالی در النصر باقی می ماند، زیرا دسته فعلیش برای کریرا شرطنامه نومولتش تا تابستان سال 27 پیشنهاد کرده است. نفری پهن کننده این خبر ژورنالیست با نام جان لویجی لانگاری راست میگوید یا دروغ، ولی به نظرم چنین است که چمپیونات عربستان سعودی و لیگ چمپیونای آسیا بهترین مکانی براحت مبارزه برای دارنده 5 توپ طلایی در غروب مسند ورزشی است. همزمان گفته می شود که نیمه‌بازی بلژیکی من سیتی کوین دی بروینه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پس از انجام موسم جاری ترک منچستر سیتی میکند. زردینه با مهارت از صف سیتی اخیراً بعد 10 سال و دایرکنی بیش از 400 رقابت با شهریان 106 گل و 174 پرتافت گلی و 18 جایزه با آمار گرفت. به قول گواردیولا قرار تمدید نکردن شرطنامه با دی بروینه 33 ساله را خودی پپ دیرکتوری ورزشی دسته چیک بگیرستیان و باشگاه من سیتی برآوردند، ولی باشگاه آمریکایی اینتر میامی با لیونل مسی باشد برعکس این قرار پپ میخواهد در آینده با کوین همکاری کند. دی بروینه همچنین پیشنهادی دستای عربستان سعودی را نیز در دست دارد و کی میداند ممکن در آن طرف دنیا هم دسته رونالدو شود. از جانب دیگر رامانای خبرکش بران است که لیورپول اخیراً میتواند وان دیک را بهر نرفتن از دسته راضی کند، زیرا الکی در مورد تمدید کنی شرطنامه با صلاح همه کارها حل شده است. باشگاه انگلیسی رسما اعلام نمود که محمد صلاح شرطنامه‌اش را به مدت 2 سال تمدید کرده است. بعد امضا کنی شرطنامه حمله‌ور معروف مصری چنین سخنان را به زبان آورده است: اینجا خیلی هم خوشبختم شرطنامه را امضا کردم، زیرا باور دارم که با یک جایگی ما میتوانیم جایزه های بیشتری را به دست داریم. بعد استقبال از پیروزی در پرمیر لیگ انگلیا باری دیگری این مصری و هلندی مراتبه نوبتی در لیگ چمپیون ها میتوانند چمپیون شوند. صلاح الکی با لیورپول از جمله پیروزی در پرمیر لیگ انگلیا و لیگ چمپیونای اویفا را به دست آورده زمانی بازیش در صف سرخان از سال 2017 قلب میلیون ها مخلصان لیورپول را به دست آورده است. صلاح 32 ساله با وجود داشتن 8 جایزه و آمار 294 بازی، 184 گل و 86 پرتافت گلی بهر جانب مرسی سایدی منفیت‌های خاصه در میان خواهد گذاشت. محض برای همین در دوام 2 ماه اخیر مصری را زاری و تولا کردند تا لیورپول را یک طرف نگذارد. هفته قبلی باشد رسما معلوم گردید که ستاره فوتبال آلمان توماس میولر با انجام موسم جاری از باواریا می رود، زیرا رکورد مایستر نیتی تمدید کنی شرطنامه با چهره دستان را دیگر لازم نمی داند. گپ همین که توماس میولر 35 ساله بعد پشت سر کردن 25 سال در دسته میونخینی، سپری کردن بیش از 700 بازی و 33 جایزه های فوتبالی اخیراً به سمت دیگر می رود. میولر بغیر از آنی که آخرین گل باواریا را در لیگ چمپیون ها ضد اینتر به ثمر رسانید، همچنین 174 گل و 171 پاس گلی با 30 کارت زرد و تنها 1 کارت سرخ با آمار گرفت. قهرمان جهان و قهرمان 12 کرته آلمان
که نهایت پراستعداد و با انتظام است، البته در چنین سن سال هم بیکار نمیماند. الکی گفته می شود که فنربخچه مورینیو آماده پیشنهاد شرطنامه کاری به میولر زیر نقشه 1+1 است. خلاص که اگر چند سال دیگر برای میولر بازی کردن در اروپا بفارد و او پیشنهاد سعودیان و MLS را رد کند، پس می تواند به ساحل‌های گرم بحر میان زمین به استانبول رود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.